به نظر من بازگشت گلبدین حکمتیار به کابل بیشتر دارای جنبه‌های سیاسی است از اینکه جنبه‌های عملی برای آوردن صلح و ثبات در افغانستان داشته باشد. همان گونه که در دهه 90 شاهد بودیم، ورود گلبدین حکمتیار به کابل باعث بی‌ثباتی هرج و مرج‌های سیاسی و همچنین درگیری‌های شدیدی شده بود که هنوز اهالی کابل آن صحنه‌ها را به خوبی یاد دارد. این دفعه نیز من فکر نمی‌کنم که با آمدن گلبدین حکمتیار به کابل و کلاً به افغانستان وضعیت سیاسی و امنیتی این کشور بهبود پیدا بکند. بسا اینکه شدت گرفتن رویارویی‌ها و اختلافات قومی و رو به روند مسلح شوی آوردن نیروهای ائتلاف سابق شمال از گمان دور نخواهد بود. چنین به نظر می رسد که در مقابل حزب جمعیت تلاش‌های بر اساس پایبندی به تعلقات قومی دارد در مقابل این حزب صورت می‌گیرد که اگر چنین باشد ما شاهد پدیده تقویت شدن روند مخالفت‌ها در افغانستان خواهیم بود که هرگز این به معنای ورود گلبدین حکمتیار به کابل به معنای آن نخواهد بود که حزب حکمتیار آماده مبارزه با دولت کابل علیه گروه‌های مختلف معارض به خصوص طالبان باشد. باز هم متاسفانه به دلایل تعلق قومی هم حزب حکمتیار و هم نیروهای طالبان و سایر گروه‌های مسلح مخالف دولت کابل که عمدتاً از نظر تعلق قومی به پشتوها نسبت دارند.